17 آگوست سال 2022 در بازی‌های پنجم همبستگی اسلامی در شهر کونیه ترکیه تیم دزودو تاجیکستان در سبقت دستوی صاحب مدال برنجی شد. به این دلیل شماره عمومی مدال‌های هیئت المپی تاجیکستان در این اسلامیاده در قوه آزمایی‌های دستوی تیم دزودو تاجیکستان نخست با تیم ازبکستان باید سبقت میکرد، ولی گشتنگیران ازبکستانی از رقابت دست کشیدند. در چهارک فینال پهلوانان تاجیک بر دسته سنگال غالب آمدند، ولی در نیم فینال از تیم آذربایجان شکست خوردند. سپس در قوه آزمایی برای جای سوم تیم تاجیکستان توانست دسته قزاقستان را مغلوب کند و نشانه های برنجی اسلامیاده را به دست بیاورد. تا امروز از دسته تاجیکستان الدر احمدیف در مسابقات ورزش سبک، اکاترینا ایشنکا در تنیس روی میز، کامرانشاه استوپریان در گشتین جودو مدال نقرگی به دست آورد. اسلمجان عزیزوف در وزن 55 کیلوگرم در گشتین یونانی رومی، فیروز میرزا رجبوف در وزن 63 کیلوگرم در گشتین یونانی رومی، شادمان رضایف در وزن 81 کیلوگرم در گشتین جودو، ابوبکر اکابر در وزن 100 کیلوگرم در گشتین جودو و تیم جودو تاجیکستان در مسابقه دستوی مدال برنجی به دست آوردند. بازی‌های پنجم همبستگی اسلامی در کونیه شام 18 آگوست با نتیجه گیری از مسابقه‌های کاراته، کمانوری، کیک باکسینگ انجام یابد. ورزشگران تاجیک در ورزش کاراته به میدان میبرند. شام 18 آگوست مراسم پوشیده شوی اسلامیاده کونیه دایر میگردد. پس از نتیجه گیری 9 روز مسابقه بازی‌های پنجم همبستگی اسلامی کشور میزبان ترکیه پیشرفت است. ورزشگران میزبان سزاوار 303 مدال، 127 طلا، 97 نقره، 79 برنجی گردیدند. ازبکستان با 46 مدال طلا، 38 نقره، 56 برنجی در جای دوم. ایران با 38 مدال طلا، 41 نقره، 48 برنجی در جای سوم قرار دارند. تاجیکستان با 3 مدال نقره و 5 مدال برنجی میان 56 کشور اشتراکی اسلامیاده در زینه 29 جای گرفته است. نظرها به اینکه تیم ملی تاجیکستان در اسلامیاده کونیه تا کنون 8 مدال به دست آورده است گوناگونند. بسیاری ها این را به خصوص یگان مدال طلا نگرفتن ورزشگران تاجیک را علامت بحران جدی در ورزش تاجیک میشمارند و از آن اظهار حیرت میکنند که ورزشگران تاجیک در اسلامیاده نظر به جمهوری های همسایه حتی از قرقیزستان به مراتب مدال کمتر به دست آوردند. چه رود به مقایسه با ازبکستان که از لحاظ شماره مدال ها در بازی های کونیه بعد تیم میزبان ترکیه زینه دوم را به دست آورده است.